اقرأ ورتل باقتدار آناء ليلك والنهار. ازرع بقلبك آية لتفوز في جني الثمار. طب حياتك إنها بالذكر زاهية المنى. قوم لسانك مبحرا معنا على تاج الوقار. اقرأ ورتل باقتدار بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم. دوستان عزیز و گرانقدر، در مورد توحید تشریع در برنامه قبلی صحبت کردیم و طبعا شریعت الهی وقت تطبیق میشه که نظام سیاسی جهانی نظام سیاسی اسلامی باشه و مسلمان ها مثل که عمر رضی الله تعالی عنه و مثل که عثمان رضی الله تعالی عنه و علی رضی الله تعالی عنه، اونا حاکمیتشان در 3 قاره جهان بود، یعنی بیرق لا اله الا الله و محمد رسول الله در قاره اروپا و آسیا و افریقا که او وقت همین 3 قاره کشف شده بود. این بیرق بلند بود و مسلمان ها این بیرق فراتر به کنج کنج دنیا به هر جای میرساندن. خب آل وقت بیرق اسلام بلند میشه، پس نظام سیاسی اسلام و سیاست اسلام در اونجا تطبیق میشه. ما چی دلایل داریم به ارتباط اسلام با سیاست؟ چون سیاست تطبیق قانون است، در هر جای در نظام سیاسی قانون تطبیق میشه. حالا مرجع این قانون کی باشه؟ آیا قانون انسان ها باشه؟ آیا قانون قبایل باشه؟ آیا قانون احبار و رهبان باشه؟ و یا شریعت الهی؟ چی دلایل داریم که ارتباط اسلام با سیاست و تشریع معلوم میکنه؟ در برنامه قبلی هم خدمتتان گفتیم که دلایل زیادی وجود داره. اول دلیلش آیت قرآن بود که فعلم انه لا اله الا الله، بدان که نیست هیچ کس مستحق ای که ذاتش عبادت شوه و شریعتش تطبیق شوه بغیر از الله. پس شریعت حکم از الله تطبیق میشه و این وقت تطبیق میشه که از خلال نظام سیاسی در حکومت و نظام اسلامی که مطابق شریعت الهی حکم میکنه در اینجا این شریعت تطبیق شده. دلیل دومشی بود آیت شریفی که الله سبحانه و تعالی فرموده بود که و قال ربک للملائکه، وقتی گفت پروردگار تو بر ملائکه اینی جاعل فی الارض خلیفه، ما در زمین خلیفه ای را میگردانم. حالا این خلیفه را که تعیین کرد الله، وظیفه خلیفه چی هست؟ تطبیق شریعت الله، تطبیق اوامر الله در زمین الله مطابق اوامر الله. دلیل سومش آیت شریفی را گفتیم که الله سبحانه و تعالی میگه فلا و ربک لا یؤمنون، قسم است به پروردگارت ای پیامبر که اینا ایمانشان قبول نمیشه از این مسلمان هایی که ادعای ایمان میکنن تا زمانی که حتی یحکموک فیما شجر بینهم، در اختلافاتشان، اختلافات اعتقادی، اختلافات عبادتی، اختلافات اخلاقی، اختلافات اجتماعی، اختلافات سیاسی، اختلافات اقتصادی، اختلافات تعلیمی و تربیوی، در تمام از اینا طاعت را حکم قرار ندهند، ثم سپس لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما، سپس حرجی دلتنگی در قلبشان نباشه و 100% تسلیم شوند. آیت 4 ای بود که و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون. اینجا این 3 مرتبه ذکر شده که کسی که مطابق حکم الهی حکم نمیکنه فاسق است و ظالم است و کافر. چه وقت این
فاسق میشه وقتی حکم الله را در مورد خود تطبیق نکنه. چه وقت ظالم است؟ وقتی که حکم و شریعت الله را در زیر دستای خود بالای از اونا تطبیق نکنه. و چه وقت ای کافر میشه؟ وقتی قانون ضد شریعت الله بسازه و مردم به تطبیق از او دعوت بکنه. آیت دیگه که دلالت میکنه، آیت پنجمی، ای هست که و ما کان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله و رسوله امرا. ای آیت شریف چی میگه؟ ای آیت شریف در سوره احزاب آیت 36 است که الله سبحانه و تعالی برای مؤمنان میگه که و ما کان، و شایسته نیست، مناسب نیست، لمؤمن برای هیچ مرد با ایمان، ولا مؤمنة و برای هیچ خانم با ایمان، اذا قضى الله و رسوله، وقتی که فیصله بکنه الله و رسولش امر را، ان یکون لهم الخیره، این که برایشان اختیار باشه. وقتی الله و رسولش فیصله میکنه که در نظام سیاسی مملکت باید این قسم حدود الله تطبیق شوه، شریعت الله تطبیق شوه، احکام الله تطبیق شوه، پس برای مؤمن و زن مؤمن اختیار نیست که باز بگه به عوض از ما قوانین جهان دیگی را تطبیق میکنیم و یا سیستم های دیگی را تطبیق میکنیم. اختیار اینجا برشان داده نشده است. و من یعص الله و رسوله، الله میگه هر کسی که باز در این راستا نافرمانی الله و رسولش را میکنه، در اینجا چی میشه؟ فقط ضل ضلالا مبینا، یقینا که این انسان گمراه شده به گمراهی آشکار. آیت ششم که ارتباط تشریع و سیاست با اسلام، که چه قسم باید شریعت الله الهی در نظام سیاسی جامعه تطبیق شود. الله سبحانه و تعالی میگه فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر منازعه کردین در چیزی، این چی هست؟ خواه در عقیده باشه، خواه در عبادت باشه، خواه در اقتصاد باشه، خواه در سیاست باشه، خواه در مسائل تعلیمی و تربیوی و مسائل جهادی و عسکری، در تمام از اینا اگر منازعه و اختلاف کردین، فردوه الی الله و الرسول، پس شما ایره بگردانین به الله و رسولش، ببینین که الله چی حکم میکنه و ببینین که رسولش ایره چه قسم توضیح و تشریح کرده احکام الهی را. این کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر، اگر شما حقیقتا ایمان دارین به الله و به روز آخرت، ذالک خیر و احسن تعویلا، اینمی خیر است و اینمی بسیار تعویل خوب داره. آیت هفتمی در راستا چی است؟ الله سبحانه و تعالی میگه که ولله ملک السماوات والارض، برای مخصوص الله هست مالکیت آسمان ها و زمین، در کهکشان ها، در سیارات، در لوح محفوظ، در عرش الهی، در جهان دنیا و در آخرت. در تمام از اینا اگر شما برین بالای شجر و نبات و همه حکم الله تطبیق میشه. پس تو انسان از تمام این مخلوقات که از ملائکه که برتر هستی، بالای ملائکه حکم الله تطبیق میشه، بالای زمین حکم الله تطبیق میشه، بالای کائنات تمامش حکم الله تطبیق میشه. پس تو انسان خود از دایره شریعت الله میکشی. لله ملک السماوات والارض. آیت هشتم چی میگه؟ آیت هشتم برای کسانی که مخالف حکم الله حکم میکنن و یا میخواین تحاکم به غیر الله بکنن، به غیر از شریعت الله بکنن، الله سبحانه و تعالی میگه که الم ترى، آیت 60 از سوره نساء، آیت 60 سوره نساء بسیار مهم است. میگه الم ترى، آیا ندیدی ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، الی الذین، بسوی کسانی که یزعمون، زعم میکنن، گمان میکنن، فکر میکنن، پیش خود خیال دارن که انهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک، که اونا به آنچه که بالای تو و به آن چیزی که قبل از نازل شده اینا به اینا ایمان دارن. یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، در حالی که اینا میخواین تحاکم بکنن به طاغوت، میخواین که به عوض شریعت الله، شریعت دشمنای الله که طواغیت هستن، اونا را تطبیق بکنن. و قد امیرون، در حالی که اینا امر شدن ان یکفروا بهی، که به این کافر شوند به قوانین و احکامی که ضد شریعت الله هست. و یرید الشیطان
ان یضلهم ضلالا مبینا، شیطان میخواد که اینا را گمراهی بسیار آشکار نصیبشان بکنم. پس اینجا خطر در اینجا هست که الله سبحانه و تعالی بر از اینا میگه که آیا ندیدی کسانی را که یزعمون گمان میکنن. الم تر الی الذین یزعمون. قرآن چقدر دقیق برای ما و شما عقیده درست توحیدی را نشان میده که توحید در شریعت الهی همی است که باید شریعت الهی را تنفیذ بکنین، احکام الله را تنفیذ بکنین، در زمین الله تنفیذ بکنین. و کسانی که اینا نمیکنن و گمان میکنن که ایمان آوردن، میگه اونا دروغ میگن، مسلمان نیستن. الم تر الی الذین یزعمون، گمان میکنن انهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک یریدون ان یتحکموا الی الطاغوت. لکن ارادهشان چی است؟ تحکم به طاغوت است. باید حکم طاغوت تطبیق بکنن. طاغوت کی است؟ کسی که قانون ضد شریعت الله میسازه. اینا به عوض شریعت الله حکم طاغوت تطبیق میکنن، باز گمان میکنن که ما ایمان آوردیم به ما انزل الیک و ما انزل من قبلک و قد امروا ان یکفروا به، در حالی که برای اینا گفته شده که به این باید کافر شوند. آیت قرآن میگه فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله، کسی که با طاغوت کافر شد به الله باز ایمان آورد. اینجاست فقد استمسک بالعروة الوثقی، باز اینی انسان است که به عروه وثقا که قرآن عظیم شان است به این تمسک کرد. و قد امروا ان یکفروا به و یرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا. اینا گپ های شیطان هم میکنن و شیطان میخواد که اینا را خوب گمراهی قوی اینا را گمراه بسازه. و همچنان ما دلایل داریم به ارتباط اسلام با سیاست از سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم هم داریم که عدی ابن حاتم رضی الله تعالی عنه میگه که اتیت النبی صلی الله علیه و سلم، میگه که ما آمدیم پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم و فی عنقی، و در گلوی من صلیب من ذهب. صلیب چیز هستی به شکل جمع که چیزی که قیام طویل است و در گردنم صلیبی بود از طلا. فقال یا عدی، چون عدی قبلا کریستیان یا نصرانی بود، بگر رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که یا عدی، ای عدی اطرح عنک هذا الوثن، ای وثنه، ای بته، ایره از گلویت اوسو پرتو، تو مسلمان شدی. ای آثار جاهلیت و آثار عقیده نصرانیت تثلیثی که عقیده دارن که عیسی مسیح در صلیب اویزان شد، ایره اوسو پرتو. و سمعته و عدی رضی الله عنه که مشهودمش یقرأ فی سوره براءه، در سوره براءه میخواند که اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، اهل کتاب احبار خدا، علمای خدا و رهبان خدا اربابا من دون الله گرفتن. قال میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم امی آیت تشریح میکنه که اما انهم لم یکونوا یعبدونهم، آنها احبار و رهبان خدا عبادت نمیکردن، ولكن كانوا اذا احلوا لهم شيئا استحلوه. اذا احلوا لهم شيئا، وقتی که برای اونها یک چیز را حلال میساختن، الله گفته شراب حرام است، احبار و رهبان چی میگفتن؟ میگفتن سبی حلال است. و چیزی که الله حلال کرده احبار و رهبان میگفتن چی است؟ این حرام است. و اذا حرموا عليهم شيئا حرموه، پس اینا اطاعت میکردن در حلال و حرام، در تطبیق قوانین و در ساختن شریعت و قانون ضد شریعت الله، از اونها مطابقت میکردن. از این خاطر الله گفت که اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا. ارباب جمع رب است، یعنی اینا را معبودان خود ساختن، رب خود ساختن. چرا؟ به خاطر ازی که رب دو خصوصیت داره. یک خصوصیت است که ذاتش عبادت میشه، خصوصیت دومی است که شریعتش اطاعت میشه. پس اگر کسی بغیر از ذات الله مخلوق را عبادت کرد، او را معبود خود گرفته و رب خود گرفته. و اگر کسی بغیر از شریعت الله قانون کسی دیگر را تطبیق کرد، اونمو شخص رب خود و معبود خود قرار داده. که از این خاطر یهود و نصارا مشکلشان چی بود؟ که شریعت الله را با گفته های احبار و رهبان تغییر میدادن. دلیل دیگهش اما حدیث شریف است که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، بنی اسرائیل کسایی بودن که در رأس سیاست از اونا پیغمبرا قرار داشتن. پیغمبرا چی میگفتن؟ پیغمبرا برشان حلاله
امی اموری که حلال، حرام، جایز، ناجایز، خوب و زشت، ایره کی تعیین میکنه؟ رب العالمین تعیین میکنه. یا ایها النبی، الله بر پیغمبر صلی الله علیه و سلم چی میگه؟ یا ایها النبی، ای نبی صلی الله علیه و سلم، انا احللنا لك ازواجک، ما برات حلال کردیم همسرانت. پس ببینین وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم ازدواج میکنه، این ازدواج با این همسرا بر رسول الله صلی الله علیه و سلم کی حلال کرده؟ الله حلال کرده. پیغمبر از دل خود این کار را نکرده. و حتی ببینید در جایی که رسول الله صلی الله علیه و سلم نمیخواد که عسل بخوره، فقط عسل ترک میکنه، الله برش میگه که یا ایها النبی لما تحرمو، چرا حرام میکنی؟ ما احل الله، چرا که الله حلال کرده. پس پیغمبر حتی حق نداره آنچه که الله حلال کرده او را حرام کنه. چرا پیغمبر وقتی که عسل نخوره مردم فکر میکنن پس عسل چی است؟ پس فکر میکنن عسل البته حرام است که رسول الله صلی الله علیه و نمیخوره. تو شریعت الله را تطبیق میکنی، لما تحرم، امی که نمیخوری به معنای چی است؟ به معنای ازی میشه که یعنی مردم فکر میکنن که چی است؟ حرام است، این کار باید نکنی. تبتغی مرضات ازواجک. و در آیت دیگه الله سبحانه و تعالی میگه که الله یفتیکم فی الکلاله، الله فتوا حکم میکنه در کلاله. پس در اینجا هست که شریعت از جانب الله سبحانه و تعالی تعیین میشه، خوب و بد و زشت و حلال، حق و باطل، این کلش الله تعیین میکنه. اگر این صلاحیت به مخلوق داده میشه، در حقیقت این مخلوق چی میشه؟ این مخلوق برش امو خصوصیت خالق داده میشه. فرعون نمیگفت مردم که بیاین به من سجده بکنین، فرعون نمیگفت بیاین بر من رکوع بکنین، فرعون نمیگفت که بیاین زیر پای من حیوان ذبح بکنین، بلکه فرعون که موسی علیه السلام در مقابل از برخاست، این فرعون میگفت که قانون مرا و احکام مرا که ضد شریعت الله هست این تطبیق بکنین. انا ربکم الاعلی، من رب اعلای شما هستم، باید شما اطاعت از قانون ما بکنین. بنابراین فرعون یک طاغوت خطرناک بود و الله برای مسلمان ها فهماند که موسی علیه السلام در مقابل این فرعون اونجا 3 سمبول ظلم بود: زور، زر و تزویر. فرعون سمبول زور بود، قدرت سیاسی به دستش بود، قدرت تشریعی قانونی به دستش بود، قانون ضد شریعت الله ساخته بود. پس موسی علیه السلام در مقابل از قیام کرد. قارون این سمبول زر بود، قدرت سیاسی به دستش بود و ضد شریعت الهی در اقتصاد حکم میکرد. و بلعام باهور کسی بود که این تزویر میکرد، حقایق تزویر میکرد و مردم فریب میداد که آنچه که فرعون و قارون میگه این حق است. موسی علیه السلام آمد در مقابل تمام از اینا استاده شد و تا بالاخره هر 3 سمبول زر و زور و تصویر که سمبول های ظلم بودن، هر 3 از اینا را شکست داد و بالاخره موسی علیه السلام اونا را فرعون غرق شد و قارون غرق شد و بلعام باهور شکست خورد، از بین رفت. بالاخره اونجا شریعت الله در اون سرزمین تطبیق شد. پس هر پیغمبری از پیغمبرها به خاطر تطبیق شریعت الهی در زمین الله می آمدن و مردم می گفتن که شما باید عبادت الله را بکنین و احکام الله را در زمین الله تطبیق بکنین و به این شکل اینی بود اساس شریعت و دین اسلام. و وقت رسول الله صلی الله علیه و سلم آمد، بالاخره برای این مردم فهماند که اینجا باید چی شود؟ این بت‌ها از بین برن، 360 بت از اطراف کعبه از بین بره و حتی بت‌ها و مجسمه هایی که از پیغمبرها در داخل کعبه گذاشته شده بود این هم از بین بره و قوانینی که قوانین ضد شریعت الهی بود، قوانینی از پدرها و از آبایشان آمده بودن، اینا را کلشان از بین برد و بالاخره در اونجا حاکمیت مربوط به شریعت الهی شد. و همین بود که رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی به مدینه منوره تشریف آوردن، نظامی را ساختن، حکومتی را ساختن که از خلال از او حکومت تمامی احکام شریعت الهی تطبیق می شد. وقتی انسان عبادت های فردی رو ببینه، در اسلام تقریبا 30 الی 40% مربوط به فرد است، اما تقریبا
دو ثلث یعنی ثلثی احکام که است مربوط به جامعه میشه، مربوط به نظام سیاسی میشه، مربوط به نظام اجتماعی میشه، مربوط به نظام اقتصادی میشه که بالاخره مربوط به نظام عسکری میشه. تا این نظام ها یعنی احکام الله از خلال امین نظام اسلامی تطبیق شود و به این خاطر رسول الله صلی الله علیه و سلم دولت اسلامی را در مدینه منوره تأسیس کرد که در اونجا تمام حدود و شریعت الهی در اونجا تطبیق میشد، قصاص تطبیق میشد، حدود تطبیق میشد، احکام در اقتصاد و در سیاست در تمامی بخشات تقدیم میشد و رسول الله صلی الله علیه و سلم من حیث اسوه برای تمام بشریت، برای تمام ما و شما نازل شده است. اگر ما و شما پیرو رسول الله صلی الله علیه و سلم هستیم، باید به مو خطی که رسول الله صلی الله علیه و سلم، نقشه‌ای که رسول الله صلی الله علیه و سلم تعیین کردن، به مو نقشه حرکت بکنیم و الله متعال ما را توفیق نصیب بکنه که مطابق شریعت الهی زندگی بکنیم و الله بر ما توفیق نصیب بکنه که حاکمیت الهی را در زمین الله تطبیق بکنیم و ما ذلک علی الله بعزیز. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اقرأ ورتل باقتداء آناء ليلك والنهار ازرع بقلبك آية لتفوز في جني الثمار طب حياتك إنها بالذكر زاهية المنى قوم لسانك مبحرا معنا على تاج الوقار. ورتل باقتداء آناء ليلك والنهار ازرع بقلبك آية لتفوز في جني الثمار طب حياتك